دوستان عزیزم سلام، روزتون بخیر. من امروز اینجام که یک رمان فوق‌العاده رو بهتون معرفی کنم به نام از اعماق تاریکی. این عکس روی جلدش هست. نویسنده خانم اشلی پرز و مترجم خانم پریسا رشیدی هستن. من کتابخون حرفه‌ای ام، در واقع رمانخون حرفه‌ای ام، ولی این رمان انقدر خاص بود که قلب منو لمس کرد. خیلی دوستش داشتم، خیلی زیاد. یه ذره از کتاب براتون بگم. نویسنده که خانم اشلی پرز هستن معمولا برای کتاباشون جایزه دریافت میکنن، ولی این کتاب خاص در سال 2016 جایزه بهترین کتاب در زمینه ادبیات رو هم دریافت کرده. از داستان براتون بگم که یک مدرسه به نام نیو لندن در سال 1937 در ایالت تگزاس به علت نشت گاز آتیش میگیره و منفجر میشه و این کتاب از لحظه ای آغاز میشه که این اتفاق رخ داده. پر از حادثه، پر از احساس، پر از اتفاق. امیدوارم که شما هم بخونید و لذت ببرید مثل من.